سلام خدمت عزیزان، امیدوارم روز خوبی رو داشته باشین. محمد رضا سلطانی هستم و میخوایم با هم دیگه یک چپتر دیگه ای رو از کتاب آقای نوروسکی با هم دیگه بررسی بکنیم که در مورد هیجانات و تنظیم هیجانی صحبت میکنه. خدمت شما عرض بکنم که یکی از نکات مهمی که اینجا هست، من ابتدا برم سراغ یک رویکرد دیگه ای، رویکرد EFT آقای لزلی گرینبرگ که اشاره میکنه که احساسات به عنوان یک چراغ راهنمایی لزوما چیز بدی نیستن، لزوما نباید عوض بشن، لزوما نباید دستکاری بشن. به عنوان یک چراغ راهنمایی از درون ما دارن به ما یک سری اطلاعاتی رو میدن که این اطلاعات در نوع خودش خیلی مهمه، خیلی اطلاعات و اینتل زیادی به ما میده در مورد درونمون و اینکه ما با استفاده از این اطلاعات میتونیم روابطمون رو با بقیه تنظیم بکنیم. خب حالا در ادامه به این میپردازیم که کودک یاد گرفته که به جای اینکه به اینها توجه بکنه و یک پاسخ مناسبی بده، بیشتر در پی تغییر اونها میاد. یعنی من ناراحتم از کسی، این خشمم رو فرو میخورم و تبدیلش میکنم به یک افسردگی، مبتلا به اختلال افسردگی میشه و بیان اون خب به نوعی بقای من رو به خطر میندازه، ارتباطات من رو به خطر میندازه و من یاد گرفتم که اون خشم رو فرو بخورم. یا توی بعضیا پرخوری عصبی مشاهده میشه، توی بعضیها دیسپلیسمنت دیده میشه، مثلا میره روی بچه خودش خالی میکنه. واسه همین نقش مهم هیجانات رو توی زندگی زیاد بهش توجه نمیشه و این اینتگریت شدنش و این ترکیب شدنش با روانکاوی بسیار جذابه. بریم ببینیم که آقای نوروسکی چی میگه. آقای نوروسکی خدمت شما عرض بکنم که احساسات رو میاد با چند تا عامل مهم و قابل مشاهده توی اتاق درمان معرفی میکنه. در مورد نحوه چگونگیش و نحوه کارکردش و نحوه به وجود آمدن و فایده هیجانات زیاد توضیح نمیدم، بیشتر میخوام وارد اتاق درمان بشم و در مورد این کتاب و تجربیات خودم بیشتر صحبت بکنم. آقای نبروسکی میگه که یک علاوه تایمینگشون که چه زمانی این احساسات بالا میان. زمانی که شما دارین در مورد احساسات دردناک کودکیت صحبت میکنی، اینا میان بالا. زمانی که در ارتباط با من داری صحبت میکنی، اینا میاد بالا. چه زمانی این احساسات بروز پیدا میکنن، این واسه ما مهمه. و بعد در مورد شدتشون که اینتنسیتی، چه میزانی هیجانات میان بالا و چه میزان شدید هستن، آیا خفیف هستن میان بالا و به سرعت میرن پایین، یا نه به شدت میان بالا و ما رو به اصطلاح علاوه هیجانی به فروپاشی میرسونن. بعد در مورد مدت زمانش که این چقدر طول میکشه اصلا رایز پیدا بکنه، به اصطلاح به حد ماکسیموم خودش برسه و توی اون ماکسیموم ادامه پیدا بکنه و بعد دراپ بشه. خب این خیلی توی نحوه فهمیدن هیجانات به ما کمک میکنه که حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم. physiological manifestation، اون حالت یا برداشت فیزیولوژی و بدنی که مراجعه داره. مثلا این هیجانات داره به شکل پرت شدن دست ها به بیرون تجربه میشه که این نوع خیلی آیزولیت شده خشم، یا نه اگر غمه، این غم داره چجوری از لحاظ بدنی تجربه میشه که حالا اینها رو هم باش در مورد صحبت میکنیم و بسیار جذاب. مثلا من یه مثال بخوام واسهتون از غم بزنم. خب ما اولین چیزی که یادمون میاد از غم گریه کردنه، ولی خیلی جالب این رو بدونید که هر نوع گریه کردنی نشون دهنده غم نیست. بعضی ها رو دیدین که موقع گریه کردن اکت اوت و کارایی میکنن که خیلی افراطیه. این توی اتاق درمان به معنای غم نیست، این به معنای یک سری برون ریزی احساسات در تلاش برای تغییر درمانگره که به اصطلاح خدمت شما عرض بکنم که این غم نیست، غم تجربه نمیشه، بیشتر یک دیفنسه که به صورت یک دفاع داره تجربه میشه
و حالا توی احساسات مختلف ما این رو بررسی میکنیم. دو، منیفستیشن های رفتاری و اکسپرسیو، نحوه بیان اون هیجانات و نحوه رفتارایی که ما اون هیجانات رو درک میکنیم و یک درک ذهنی واسمون به وجود میاد. بعد از اون آقای نبروسکی میاد در مورد میزان درجه و کیفیت تنظیم هیجان صحبت میکنه که میایم میبینیم که میاد تقسیم میکنه، میگه که آقا ممکنه که سوماتوموتور منیفستیشن بشه. یعنی چی؟ یعنی ما اینها رو به صورت یک سری علائم بدنی حرکتی ببینیم. نه، ممکنه که اتونومیک و اندوکرین باشه. یعنی چی؟ یعنی سیستم اعصاب اتوماتیک درگیر بشن. به طور مثال عرق میکنه فرد، خب صورتش قرمز میشه، جریان خونش میره بالا، سرگیجه میگیره. و یا سه، cognitive and perceptual pattern، الگوهای شناختی و خدمت شما عرض بکنم که پرسپشوالی که فرد داره، مثلا توی دید تاری به وجود میاد، مثلا توی گوش زنگ زدن مشاهده میشه، که اینها با هم دیگه منیفستیشن های مختلفی هستن و نشون دهنده ظرفیت های مختلف بیمار توی جلسه درمان هستن. خب اما اینا چه کمکی به ما میکنه و چی داره به ما میگه؟ ببینید ما داریم روانکاوی میخونیم. روانکاوی علم معناه. باید ببینیم که این منیفستیشن ها و این درک ها داره با ما با چه زبانی صحبت میکنه. خدمت شما عرض بکنم که ببینیم داره چی میگه. آقای نبروسکی میگه که ببینید که طرف مقابل توی اون اینتراکشنی که با ما داشته چی کار کرده و چی کار نکرده، چی گفته و چی نگفته، که به عنوان یک تریگری این احساسات بیدار شدن. trigger of his emotion that is awoken. پس چی کار کردن یا چی کار نکردن یا چی گفتن یا چی نگفتن فرد توی بیدار شدن اون هیجانات خیلی اهمیت داره. دو، the meaning he adhered these stimuli، معنایی که اون محرک براش داره. خب اگر شما دارین در مورد یک موضوع غم انگیزی صحبت میکنید و میخندید و اون احساسات رو اون جوری که باید تجربه نمیکنید، بیاد بررسی میکنه که این محرک براش چه معنی داشته. The specific emotion that was evoked، چه احساس دقیقی بیدار شده؟ آیا غم بیدار شده؟ آیا شادی بیدار شده؟ آیا خشم بیدار شده؟ و اینکه چگونه بیدار شده هم مهمه. With which psychological concomitants، با چه منیفستیشن و با چه نمایانگر فیزیولوژی این بیدار شده؟ آیا اتوماتیک بیدار شده، سیستم اندوکرینش فعال شده؟ آیا سیستم شناختی و کاگنیتیوش فعال شده؟ و نه، ممکنه موتوریک بیدار شده باشه. پس این که چه منیفستیشن و چه نماد فیزیولوژیک هم داشته باشه بسیار مهمه. اکشن تندنسی، اون میزان انعطافی که فرد به خرج میده، آیا منعطفه و نه، آیا سفت و سخت میچسبه به اون هیجانه. The precise cognitive context of evoked emotion، بعضی موقع هست که این هیجان یک محتوای شناختی خاصی داره، ما باید ببینیم که اون محتوای شناختی برای مراجع چی بوده.